با برنامه فلسفه سیاسی با دوستان عزیز و گرانقدر هستیم. امیدوارم که در هر نقطه از این کره خاکی که هستید خوب و خوش و سرحال باشید. خب طبیعی است اولین برنامه است، یعنی قسمت اول هست و در این قسمت تلاش میشه که یک مقدمه‌ای در خصوص فلسفه سیاسی یا به تعبیر عام‌تر اندیشه سیاسی ارائه بشه. برای ورود به بحث دو سوال اساسی رو پیش رو داریم. یکی این که اساساً فلسفه سیاسی چیست؟ یعنی در سوال اول چیستی فلسفه سیاسی رو بیان کنیم. سوال دوم اینه که چرا فلسفه سیاسی باید مورد توجه قرار بگیره، باید در تحلیل ها مورد استفاده قرار بگیره و خیلی راحت تر بگیم چرا فلسفه سیاسی رو باید مطالعه کنیم و در نظر داشته باشیم. خب اجازه بدید ترتیب رو رعایت کنیم. در خصوص سوال اول یعنی چیستی فلسفه سیاسی، مثل بسیاری از سوالات این چنینی دو نگاه وجود داره. یعنی یک نگاه اول که به لغت، به ریشه لغوی موضوع میپردازه و دومی که به اصطلاح یا ترمی که به کار میره پرداخته میشه. طبیعی است بهترین حالت همین هست که هر دو نگاه بیان بشه و البته تاکیداتی در هر دو نگاه مورد بررسی و کنکاش قرار بگیره. در نگاه اول یا همون لغت شناسی، ریشه لغوی فلسفه سیاسی ترکیبی از دو واژه فلسفه و سیاسی است. خب فلسفه خودش ترکیبی از دو مفهوم، دو لغته اگر درست‌تر بخوایم بگیم، که یکی از آنها فایلو و دیگری سوفیاست. هر دو واژه یونانی هستند. فایلو به معنای دوستدار، دوست، عشق، یا به زبان انگلیسی لا، و سوفیا به معنای دانایی، خرد. ترکیب این دو واژه کلمه فلسفه رو تشکیل میده که به معنای دوستدار دانایی ازش یاد میشه. اما واژه دوم سیاسی است. سیاسی صفت سیاسته. سیاست برگرفته شده از لغت پولیس به معنای شهر و پلیتیک به معنای شهروند. به واقع ترکیب این دو واژه فلسفه سیاسی رو تشکیل میده. خب ریشه لغوی واقعیتش کمک آنچنانی به ما نمیکنه تا فهمی از فلسفه سیاسی داشته باشیم، بلکه در چیستی فلسفه سیاسی اون ترم، اون اصطلاحی که به واقع در معنا و مفهوم فلسفه سیاسی است کمک بسیار ارزنده‌ای میکنه. به لحاظ همین نگاه دوم که نگاه اصطلاحی، نگاه ترمی به موضوع داره، مورد بررسی قرار. در اصطلاح وقتی کلمه فلسفه سیاسی شنیده میشه برمیگرده به شاخه‌ای در واقع از سیاست، از علم سیاست، از علوم سیاسی. به لحاظ این فلسفه سیاسی شاخه‌ای از علوم سیاسی است. دوستانی که علوم سیاسی مطالعه میکنن کورسی دارن تحت عنوان اندیشه سیاسی یا حداقل تاریخ اندیشه سیاسی که چندین واحد در این خصوص گذرانده میشه. فلسفه سیاسی پس
شاخه‌ای از علم سیاسته که همه کسانی که علوم سیاسی رو حداقل در مقطع لیسانس میخونن بخشی از مطالعاتشون در خصوص همین اندیشه سیاسی است که معمولاً هم تاریخ اندیشه سیاسی است. پس از منظر اصطلاحی تنها اکتفا کنیم که فلسفه سیاسی یا به تعبیر عامتری اندیشه سیاسی شاخه‌ای از علم سیاست هست و از اون گذر کنیم. واقعیتش این هست که علوم سیاسی شاخه‌های مختلفی رو داره، یعنی زیر مجموعه‌های مختلفی داره. به عنوان مثال مطالعات منطقی، روابط بین الملل، سیاست تطبیقی، جامعه شناسی سیاسی یا حتی روانشناسی سیاسی. خب با این نگاه پس فلسفه سیاسی هم یکی از اون شاخه هاست و نه کمتر نه بیشتر. اما واقعیت چیز دیگری است. واقعیت این هست که فلسفه سیاسی به لحاظ اینکه بنیادی تره به سوالهای اساسی می‌پردازه، به واقع مبانی علم سیاست هست و همه گرایش‌ها نیازمند به اون هستند. از این باب فلسفه سیاسی رو بیشتر از تنها شاخه‌ای از علم سیاست باید دید. دلیلش رو بیان کردم، چون اساسی تره، بنیادی تره، جنبه زیرساختی داره. اگر یک ساختمانی رو ما در نظر بگیریم، خب ساختمان اجزای مختلفی تشکیل شده، اما بخش اساسی و بنیادیش فونداسیون ساختمانه. اون چیزی است که تمام سازه ها بر روی اون بنا میشه. فلسفه سیاسی چنین نقشی رو داره. به لحاظ همین از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و باید توجه بیشتری بهش بشه. اما محتوای فلسفه سیاسی چیست؟ حالا که ما میگیم جنبه زیرساختی داره، جنبه بنیادی داره، به نوعی قدیمی ترین، پایه‌ای ترین شاخه علم سیاست هست. خب پرسش این هست محتوای فلسفه سیاسی چیه؟ به واقع مباحث و مفاهیم و سوالهای اساسی است که در فلسفه سیاسی بیان میشه، مورد بحث قرار میگیره و محتوای فلسفه سیاسی رو شکل میده. واقعا چه سوالهایی، چه مفاهیمی در فلسفه سیاسی مطرح میشه؟ این رو از این باب میگیم تا بتونیم یک درکی از محتوای فلسفه سیاسی داشته باشیم. چه سوالهایی پیش روی ماست؟ سوالهایی اساسی، بنیادی، سوالهایی از قبیل این که انواع حکومت کدامند؟ چه نوع حکومت‌هایی میشه وجود داشته باشه به صورت عملی و میشه در نظر گرفته بشه به صورت نظری؟ کلیدی تر از این سوال، چه نوع حکومتی بهترین نوع حکومته؟ کسی که میخواد پاسخ به چنین سوالی بده نیازمند به دانشی است که تحت عنوان فلسفه سیاسی یا به عبارت عامتر ازش به عنوان اندیشه سیاسی یاد میشه.